بازار مهرگان یکی از جایهای سرآدم. مردم بیشتر چی خرید میکنن و نسبت به سالهای قبلی کمتر و یا زیادتر؟ رفتیم. همین قیمت نیست 65 سوم. ایده گفته دیگه هم چی بوری داشتن امروز برو بردگن. مثال همیشه ما میریم بود ده برابر جلوش میمونم. کورتی چه؟ رمضان گذشت با گوش 65 سوم میشه. حالی در رمضان 60 سوم بود. یعنی 5 سوم ارزان. قیمت نیست 15 سوم. نه چی به قیمته؟ خیلی قیمت چون میکنن بار خارجی اکل 500 سوم هم اینجا صورت میبینین. برادر بدیل گرده بیاین 100 سوم دا گرده خری. چیزی که پیش نرخ بود همون چیز هم استوداگی. همون نرخ سوراگی. اگه فرقی نیست. من فکر میکنم که در همین عرفه اگر هر خونه بریم اول دسترخوان از روی طبقه خالی میشه همون پیستا ها. او بله لبه. بین الله. شما را رو باره دیمو فرید اونجا پیش بریم. مالش فقط دست من خپل میریم. من بگم که کجا بریم. حالی ما نظیر راهبریت بازار مهرگان آمدیم تا اینکه بیننده عزیز برای ادامه ویدیوگذاری شما را از بازار مهرگان در مورد نرخ و نوا و خریداری مردم دیدن کم انتظار شین و این لحظه توجه کنین با شرکت آینده درخشان که تاجیک بچه‌ها در ترکیه این شرکت را تأسیس دادن و برای آنهایی که میخوان ویزای کاری به کشورهای اروپایی بگیرن توسط ترکیه به این شرکت مراجعت کنید. شما یک مدت که به ترکیه میرید بچه‌ها برای شما جای اقامت پیدا میکنن و جای کاری یک مدت در ترکیه نیست و البته باز کدام خدمت رسانی ها به دوش آنها است و شما کدام حجت ها را باید جمع کنین حتما از بچه‌های شرکت آینده درخشان بپرسین. و باز علاوه یک خوشخبر دیگر همین است که بچه‌های شرکت آینده درخشان برای شما پیشنهاد میکنند که تحصیل در دلخواه دانشگاه‌های ترکیه به سپردن امتحان. بازم میگم که معلومات بیشتر در جای شرح بیشتر از اپیسانی بگیرید. شهر دوشنبه بازار مهرگان یکی از جایهای سرآدم در شب و روزی نزدیک به عید شریف رمضان که مردم ما بیشتر در این روز دسترخوان میآرایند برای مهمان‌هایی که به خانواده‌شان برای دعا و فاتحه و یا خبرگیری عیادت میآیند و میخوایم امروز بفهمیم که مردم نسبت به سالهای قبلی بیشتر به کدام مال و محصولات توجه دارند برای که اکثر وقت ما اگر گوشت هم نخریم ولی در چنین روزهای عید و ایام حتما گوشت خریداری میکنیم، حتما میوگی را که خریداری نمیکردیم از روی معمول اون میوگی را خریداری میکنیم یا قند و دانگی که مخصوص برای روزهای مهمانداری میخریدیم در روزهای عید هم خریداری میکنیم. عموما میبینیم که امروز مردم بیشتر چی خرید میکنن و نسبت به سالهای قبلی کمتر و یا زیادتر. رفتیم. برادر جان سلام علیکم. یک دقیقه عید مبارک باشه برای شما. از خرید برآمدین؟ یک لحظه اش پرسیدم چی خریداری کردین برای عید؟ گوشت نرخ گوشت چقدر شده است؟ 55 55 از 60 گفتم 65 بغیر از گوشت باخ چی خریداری کردین؟ خرید زلیم پامیدور بودرینگ نسبت به روز و ماهای قبلی نرخ قیمت شد یا ارزان؟ نرخ خیلی خوب دیگه یا این سال قیمت نشد از در روز عید؟ نه همین قیمت نیست 65 سوم. 65 قیمت است سالا که پامیدور چند سوم شده است؟ 20 سوم. پامیدور محلی است از خارج میاد؟ نه خیلی 20 سوم قیمت پامیدور. سلامت باشین. عید مبارک باشه همگی. زنده باشین. سلام علیکم. یک لحظه یک چی پرسیم. عید شریف رمضان براتون مبارک باشه. سلامت باشین. از بازار از خرید برآمدین؟ چی خریداری کردین امروز؟ یک گوشت چند کیلو خریداری کردین اگر معافی نکنم؟ قریب 6 کیلو. چند سوم است نرخ گوشت؟ 65 سوم. نسبت به سال پیش قیمت شده است یا ارزان؟ قیمت. خب بیننده عزیز بعد از یک صحبت کوتاهی که ما با ساکنان داشتیم خریداری کردن یک بار وارد بازار میشیم که مردم بیشتر به کدام مال و محصولات توجه دارن. ما دو نفری را که پرسیدیم اکثرا گوشت خریداری کردن. برادر جان سلام علیکم. عید مبارک باشه. یا لحظه وقتونه بگیرم. با کودکا از بازار بیرون شدیم. چی خریداری کردین؟ هم گوشت گرفتیم کودکا را پاتینکا گرفتیم. اکثریت امروز گوشت خریدید. برای چی مخصوص امروز گوشت توجه زیاد شده؟ خیلی کم یک کس میبره یک کاسه شوربا پیچیدم برور. همین مسلمان مردم هم خرک داره. نرخ گوشت چقدر شده است؟ سوزه 65 سوم 60 سوم. قیمت نیست مردم میگن قیمت است 65 سوم. خیلی که با وضعیت حاضره خیلی سوزه یک دیگه چی؟ اصلا که مردم امروز زیاد گوشت خریدن نرخ از روزهای گذشته تغییر خورد یا نه؟ نه ما فقط همینجا میگیریم یک نرخ هم 65 دیگر محصولات مثلا از قبیل میوگی و دانگی اینا چه حال دارن؟ خیلی که کم تا تغییر افتاده. تغییر افتاد. حسابی مقصد ایده گفته دیگه هم چی بوری داشتن امروز برو بردگن. سلامت باشین. برای که عید مبارک باشه. زنده باشین. خب یعنی میبینیم که عربا مردم میوگی هم خریداری کرده ایستادن. میوگی ها هست و اینجا میوگی ارزان میگن. از میپرسیم من دیدم که ما علاقه چند عربا شد اکثرا میوگی بیرون شده است. یعنی مردم بیشتر به مال محصول سبزیجات و میوگی توجه دارن. زنده باشه.
خب حالی ما با راسته اساسی بازار مهرگان وارد شدیم. یکی از راسته های بسیار معروف و شناخته است که ما در بعضن ویدیو گزارش هایی که از جانب سیاح‌ها یا بلاگر یا روزنامه‌نگارای خارجی میاد این راسته بیشتر تبلیغ میشد از همه. ولی یک بار از فروشنده میپرسیم که نرخ چه خیلی است. سلام علیکم برادر، مونده نباشه. چی میفروشه؟ توت. چی؟ توت فقط یا دیگه چیزا هم داریم؟ کلوبنیکا داریم. نرخ توت چند سوم است که نهاد موسم شاست؟ 15 سومون. کیلوش؟ توت از کجا آمده است؟ از قرغان. قیمت نیست 15 سوم؟ نه چی به قیمته؟ کلوبنیک چند سوم است؟ کلوبنیکا 18 سوم کیلوش. مردم بیشتر چی میخرن در عرفه عید؟ هر کس هر چی میخره، کدوم که چیزی که معقولش باشه. ولی در بیرون گفتن که گوشت نه ولی میوه قیمتش است نسبت به روزهای دیگر. شما چی فکر دارین؟ نه چیزی که پیش نرخ بود همون چیز هم استودگی. همون نرخ استودگی. یگان فرقیات نیست. سلامت باشین. شما. خب در روزهای عید و عرفه خریداری این گونه محصولاتی که برای پختن خوراک است اینا هم بیشتر توجه میشه ولی میبینید که اطراف اینا مردم کم حرکت دارن. ولی یک بار جون را پرسیم که با اجازه که ما صحبت میکنیم. مادر جان سلام علیکم. یه لحظه وقت شما را بگیریم. شما چی خریداری کردین؟ زیراوری. برای چی خوراک نصیب باشه؟ خدا خواهد سمبوسه میکنیم، گوشت میکنیم، مانتو میکنیم برای مهمانای در خانم. برای روز عید. برای روز عید. نرخ زیره نسبت به روزهای گذشته تغییر خورده است یا نه؟ نه قیمت شده است نه برات همه چیز. قیمت شده است. همه چیز قیمت. زیره چند سوم قیمت شده است؟ خیلی قیمت شده گه 20 سوم 30 سوم. سبب قیمت شدن زیره چی است برادر جان؟ زیره یک سال یک بار بشه همون که همین نرخ 2 سوم سکنش 2 سوم ولی مادر گفتن نسبت به گذشته تغییر خورده است. کیلوش ای یک کیلوش یک سال میبره یک بنده یک سکنش 2 سومونی است. از روی استکان تغییر نخورد از روی کیلو تغییر خورده است. او هر کیلو اگه برای که زیره مو مثلا کوی است از دوشنبه تمام دولت‌ها میبرن. سلامت باشین. عید مبارک باشه بچه جان. شما بهم عید مبارک. زنده باشین بچه جان. خب واو من تربوز میبینم در این ماه و نرخی از همه عجیب برای من نرخی تربوز است ولی برای که در این ماه تربوز خوردن. ولی یک بار پرسیم که برادر جان مونده نباشین بخشش تربوز از شما در این ماه تربوز دیدن واقعا خودش این مبارک است. به قول تربوز چند سوم؟ تربوز 20 تومان کیلوش. این مثلا همین چند کیلو میبره به حساب میونه؟ 5 کیلو 4 کیلو 100 تومان 80 تومان 100 تومان 80 تومان میشه. تربوز کجا است؟ تربوز پاکستان ایران. واو چی با ما از پاکستان ایران تربوز میبریم؟ یعنی نمیتونیم در خودمون تمام سال تربوز داشته باشیم. یک 10 روز پس میشه از خودمون. تربوز محلی خودمون محلی خودمون میشه 10. اگر تربوز محلی بیابین تربوزا رو چیکار میکنین شما نرخش؟ این سوزن داره که هم یک ماه میبه تمام میشه که وقتی که خودمون برای ما تمام میشه. با فکر شما که چند سال باز تربوز میفروشین نمیشد که در تاجیکستان هم خیلی گرم خونه شد که در سال تمام وقت تربوز داشته باشه؟ گرم خونه اگر خودمون شه با نفستر میشه با ارزانتر میشه که مردم خریداری کرده است در عرفه عید یا نه؟ البته خریداری. نمیگم قیمت است. خیلی قیمت چون میکنن بار خارجی که مثلا همین 80 تا 100 تومن شما چند تومن آوردگید اگر مخفی نباشه؟ کیلوش 16 تومن 17 تومن میخریم که کروکش همین نیست نمیکنه خودش 18 تومن میخواد 2 تومن بالاش میمونه مکه. سلام علیکم خدا اقبالتون تیار این مبارک شه. خب با در مورد دانگی من میخوام توجه کنم که مردم ما در روی دسترخوان بیشتر از همه چی را میخوریم؟ پیسته است نه؟ من فکر میکنم که در همین عرفه عید اگر هر خونه بریم اول دسترخوان از روی طبقه خالی میشه همون پیسته ها. برادر جان سلام علیکم. شما خوبه پیسته میفروشه؟ نرخ پیسته چند تومن است؟ 100 تومن. کیلوش 100 تومن است. بله. این پیسته کجا است؟ تاجیکی. کدام کوه همون است؟ رایون 5. رایون 5. برای چی قیمت 100 تومن اگر 5 باشه؟ پیسته بهترین تاجیکی در رایون 5 میشه و 100 تومن است. چی برای قیمت دخه؟ مال خوب است، صفت خوب است، مزهش زورای. سال گذشته همین وقت چند تومن بود 1 کیلو پیسته؟ سال گذشته هم همین نرخ بود 85 90 100 هم که. من 10 15 تومن قیمت شده چی با؟ قیمت نشده همون نرخ. همون نرخ. مردم خریداری میکنه پیسته یا نه؟ پیسته یا 2 ماه پس سیزن پیسته میشه با ارزون میشه. مثلا مردم چند کیلو میخرن پیسته؟ کیلو 1 کیلو. بسیار 1 کیلو ها؟ بسیار 1 کیلو برای این برای همین پیسته است. این پیسته را بیشتر پیسته ایرانی معرفی میکنن کو؟ اپا جان شما خریدار که ایسا بگذاره کامرای ما نه نگه کی اکم به اکم بکله نمونه. این پیسته پاکستان میگن ایران میگن بیشتری را کو؟ این ترکیه. این چند تومن؟ این 110 تومن. ای خود ما 100 تومن از خارج 110 چی به فرقش از ما هم قریب برابر همین. کم
در پول رسم سوترک برای انمو یه دست مردم بیشتر محلی را میخرن یا که از خارج؟ خارجی هم که کمتر میخره و مال خودمون با مزه بهترینه. از خودمون 100 گفت، از خارج 110 گفت. یعنی چی یعنی؟ این خرمای است؟ خرما چند سومه که؟ چند سوم؟ یا 110. اگه این همین پیسته محلی 100 خارجی 110. شما مثلا چند سوم در زورتون میرسه پیسته میخرین؟ یا که مو ارزون باشه گفتیم که ایده ارزون تر باشه خریم ده. مثلا چند سوم به نظر شما باید پیسته میشد نرخش؟ چند گفته اینا؟ 100 میگه اینا محلی را. خیلی محلی خود مو باشه 75 70 باشه. 85 80. 80 ولی شما چند کیلو خریدنی هستین نیاتون؟ یا که ما گرفتم آیه پیسته گفتم آیه خرما گفتم ببین صبح ما مخصوص. عموما امروز نسبت به سالهای گذشته کدام مال محصولات تغییرات خورده است؟ ما راستی دادم راستی گپ اکوازیش گفتم نمیتونم. نرخ پیسته را در روسیه میدونید چند سوم است؟ نه نمیدونید. برای کاریدون براک شاکه جان. زنده باشین. او بله لبه. بین الله. بیا بریم. شما را ایروباره دیمو فرید اونجا یا پیش بریم. مایلش فقط دست من خپن میریم. اما بگیم که کجا بریم؟ بالا میره کجا؟ بیا تمام برای چیکار؟ چی؟ چی میخواستین اکا جان؟ ما هم یه روز میره ببینیم بعد سلامت باشین. خونه بود ما این منطقه ما مراد زفلت میمونه نمیمونن در. بله زنده باشین. حق داریم سیامکا کنیم. چرا سیامکا نکنیم؟ چی کجا دا باید اجازت نامه نوشته است؟ در کجای بازار نوشته است که یک ژورنالیست جای جمعیتی میاد باید اجازت نامه بگیره. خب حالی ما نظر راهبریت بازار مهرگان آمدیم تا اینکه اجازه نواربرداری را در یک جای جمعیتی بگیریم. برای من واقعا جالب است که در کدام کدکس قانونگذاری معیار آمده است که یعنی در جای جمعیتی باید اول اجازه بگیریم. همراه وارد میشیم و اگر اجازه ندادن شون در برین نیستین خواهش میکنم. سلام علیکم. شما خوبین؟ من هستم. سلامت هستم. سلامت هستم. من دلیر مالی روزنامه‌نگار مستقل از نتورک ژورنالیستی تلویزیون. هم تو برای یک گزارش بازار مهرگان اومدیم تا اینکه فهمیم که مردم بیشتر چی میخره، نرخ‌ها کجا تغییر خورده است و مردم چی خریده میتونه چی نمیتونه. ولی لحظه یک عریضه نیستیم اجازه بگیرم. سیستم عجیب. خب بعد از نوشتن یک عریضه کوتاه ما از جانب راهبریت بازار مهرگان اجازه نواربرداری را گرفتیم. هرچند این با طلبات یگان معیار و قانون نبود که تا این وقت ما آگاه باشیم که در یک جای جمعیتی باید اجازه بگیریم، ولی این طلبات داخلی خود بازار است ما دیگر رعایت کردیم. خب اینجا نرخی سبزوات فقط برای ما ماندگی بود و شیرینی. ما از مال و محصولات سبزوات میپرسیم و بعدا شیرینی که حالی نرخ چقدر است. یک بار ببینیم که اینجا خالی تر است. سلام علیکم اپا جان. شما خوبین اپا جان؟ بخشش رمضان عید مبارک باشه. با درینگ چند سوم؟ پامیدور چی؟ 25. ها این پامیدور با درینگ کجا است؟ با درینگ خود ما پامیدور سمرقند. پامیدور خودمون برای چه دینا برآمده است؟ برآمدگی خود من. از خودمون چند سوم؟ خود ما 25. برای چی پامیدور ها قیمت است؟ جون نمیدونم. ها؟ شما چند سومی میارید؟ 23 50. با درینگ چندی میارید؟ با درینگ 7 سوم آوردیم. اینا یک دو روز دیگه به عید رمضان مونده. مردم بیشتر چی خریدین؟ خریدیست؟ پامیدور یا با درینگ زیادتر؟ نمیدونی؟ ولی نو سودا کردیست. نو سودا کردیم. عید مبارک باشه اپا جان. خب یک بار نرخی کبوتی را میبینیم. پامیدور 20 سومون، با درینگ 8.5 سومون. اپا جان شیرین مونده نباشه. ایداتون مبارک باشه. کبوتی چند سوم کبوتی؟ یاسم. بانچاش هستم یا 4-5 دونش هستم؟ 3 تاش یاسم. این کبوتی از کجا میاد زیادتر؟ ترسون زاده یا حصار؟ نه خدا را کلام بگه اینجا شب بگه تمام. قرغان. مردم میخره کبوتی در عرفه عید. همین نرخ قیمت شده یا نه 3 تاش هستم؟ خب با گفت این مادر یگانه چیزی که تغییر نخورده تقریبا همین کبوتی است که 3 بانچاش 1 سومون در بسم چند دونش در زمین 7 دستی را بگیرید.
کابوتیاش ریخته است اپا ایجاده ای طرف این پیازا ریخته است سالک دوست شامپله Ясно. دوناش قیمت اکا بولو دا سه تاش هستون هگی ما کجا دا سه تاش هستون بولو دا بازاری بالا دا نه نه شما چی را هستون گفتین نه ایرا این کجا میآید قرغان یا این خولم دیگه بیشتر کابوتی یعنی سبز محصولات سبز کابوتی میگیم دیگه کابوت هم سبز از شهری بختر در فروش میگذارن که تا در زبان مردم ما قرغان مونده ما فقط نرخی قندودی مونده است که مردم از قند و شکلات زیاد خریدار میکنن در عرفه عید یک بار میکنیم که کجا است گوشت عبدالله برادر میگه که گوشت حتما مهمه انا راست میریم گوشت میبینیم هرچند ما از خریدارا الکی فهمیدیم نرخ گوشت ولی میفهمیم که فروشنده ها چقدر میفروشن واو همینا چه از رنگی بازی چه اپا جون چی هست اینو اینو بلغاریای رنگای ایدگار جمعی اومده. کجا میایم بلغاریای رنگا؟ اینو آذربایجان. چی با ما نمیتونیم که بلغاریای رنگا را خودمون استحصال کنیم؟ میشه و خیلی قدر زیبا نمیشه. سیرش در چی است؟ سیر اینو را هم چون میدونن ما نمیدونیم میدونستیم ما هم خیلی میکردیم در وطن خودمون. نرخش چند است بلغاریای رنگا؟ کیلوش؟ 50. اینم چند کیلو است همینجا؟ اینجا 10 کیلو زیاد است. 500 تومان هم اینجا ایستاده است میبینین؟ شما چندی بخرید خودتون؟ 45 تومان اینا خریدگیم کاروکاش خطی کاروکاش. مردم توجه میکنه همینجا؟ مردم اونجا میدونن که نرخ این هم خیلی قیمت یگان چیز نداره. نه میخرن یا نه؟ میخرن. برای شوربا با مزه یا؟ شوربا سالاد اینا بسیار استفاده میبرن. خب شورباهای ایدی رمضانی در بلغاریای آذربایجان اگر دیدین دیگه بفهمین که یک تا شما 50 تومان خورده استین فهمیدین؟ نرخش خیلی خوشرو خود چند خوشرو 30 کیلوگرم 70 خب میایم به نزد برادرای گوشت فروش که همیشه در رسانه‌ها مطرحن سلام علیکم مونده نباشه گوشت چند سوم شده است گوشت 60 تومان او بردا 65 گفتن کو نه میگن هرچی گوشت 60 تومان شده این هم 60 تومان به استخوان به استخوان داره همین خیلی که گوشت است همین خیلی 60 تومان مردم وقتی خریداری میکنن اگر راست بگم خیلی کمتر بینیشون اینج بکنن قیمت میگن یا نه نه سوزا ایسال قیمت شده نیست در ماه رمضان یکی رمضان تو حضرم یگم چی نشده که 60 تومان رفته است تغییر نخورد تغییر نشده است از سال گذشته در این وقت چند تومان بود یادتون هست همین خیلی بوده و سال هم 65 بود چند بود سال گذشته یادتون هست 55 همین بگذشت یک سال که نرخ 10 تومان قیمت چه سببش در چی است ایده همه چی قیمت شده مثلا همه میوگی قیمت شده همه چی قیمت شده همین قیمت میشه مثلا نرخ گوشت با میوگی چی داخل داره نه مثال همه چیز قیمت شده ده مثلا کنجورا قیمت شد مثال پخته قیمت شد جو چیز مسئله که همین علف میخورد همین علف هم قیمت شد همین مردم چند کیلو میخرد 3 کیلو 2 کیلو هر کی قدرت با توانایی نسبت به سال‌های گذشته خرید کم شده یا زیاد است نه کم است کم است این سال سلامت باشین خب نرخ گوشت هم 60 تومانی در بازار مهرگان نفهمیدم ایده شما هم برای گوشت زنده باشین گوشت گوسفند میخوام پرسم یک بار کنی سلام علیکم انا جا گوشت گوسفند دارید گوشت گاو 60 تومانی گفتن گوشت گوسفند چند سوم 65 انا جا نرخنامه 60 یک بار بگین مردمی که میخواین دولنیتون بالا پایان شود نرخی گوشت گوسفند 65 تومانی روغن 60 تومان 65 روغن هم 65 تومان یا دقیقه بخشی چیز دیگه پرسنت هم کم اکرمانونو تمام مردم هودم شب روز بیشتر گوشت گوسفند بخرن یا گو نه گو شما که کم میزاجین بعد تابتون خیلی نصرانی تو نرمال رزق خداوند میده سال گذشته نرخی گوشت گوسفند چند بود یگام سوم زیادتر بود قیمت بود سال گذشته یگام سوم قیمت بود میگن که گو ارزون بود 55 بود گوشت گوسفند قیمت بود اون سال ما مسئله گوسفند ای و گو فروش می‌پرسید سال گذشته چند بود گوسفند تو 72 سوم بود مردم چند کیلو میخره زیاد من 3 4 5 شم هست می سال زیادتر میگرفتن 5 کیلو میخردگیش هم هست 50 کیلو میخردگیش هست واو ما درود میگم با هم نفرا که 50 کیلو گوشت گوسفند میخرن در روز ایدوشون خونهشون سراغت یان ما کتی عبدالله برن گوشت گوسفند خرید این چی بود گرده بودین چند سوم این گرده 50 سوم این هم کیلوش 50 سوم همینجا چند کیلو 2 کیلو هست 100 تومان ایستاده است اینجا برادران
برادر بدیل گرده بیاین 100 سومون دا گرده خری اوه انا چیزی همه با مزه اپتوی چند سوم کیلوش 40 سومون همه شجاع 40 سومون 1 کیلو 40 سومون این شیشش ارزون است 6 چند سوم کیلوش 15 سوم این دل جگری گوه یا گوسفند گو میتونی همه شجاع کرده 40 سومون میفروشی 1 کیلو اگر همه شجاع کیلوش 40 سوم که مردم میخرن همینا میخرن مردمی بدیل جگر بیاین مرام 40 سومون ده بزرگ مهرگون ده فرش هم اوه فرش همه بو خرد گام میزنه اون کسی نیست جا نه بو اگه نماینده بزرگ نباشه دو جدا الک ای برای فرش چند سومه 50 سومون ایران کیلوش 5 اول یک دقیقه این سال گذشته چند سوم بود هم 50 سومه اینا گوشت گو این 50 سومون و 60 سومون همین برای من عجیب برای چی گوشت 60 سومون فرش 50 سومون برای چی برای کی برای انا روغنش هم بزنه من که روغنی گو استفاده میبرم برای 50 سومون میشه روغن خودش تو چند سوم این 20 سوم روغن گوسفندم 65 برابر گوشتش ولی روغن گوی بیچاره 20 سوم بده دنبای گوسفند سومون بله روغنش چند سوم روغنش من 20 سوم 25 سوم میشه از این بیشتر چند کیلو میخره مردم همیشه بروز میخرن 20 سوم میخرن چند کیلو میسه 1 کیلو 2 کیلو تو سال گذشته چقدر بود همین خمیشه هم استخوان هم میفروشین استخوان نبود اساقی مونده نباشه نپا جان ما سبزوات دیگه فهمیم با فکرم که در این بازار دیگه چیزی نموند که ما بفرستیم یک بار بازار پهلوی میریم صحبت کرده همین خیر مردم در عید و عرفه گوگو اوشام میکنن اما اگه سبزی کیلوش چند سوم 4 سومون کیلوش ریزه کردگیشون چند کیلو خریدین من 15 کیلو سال گذشته ارزون بود یا قیمت یادم نیست یا تومه نیست برای کار نوش جان شاه ان شاء الله بیا که کار زیاد است وقتی کار صحبت کنیم اونجا که برنج چند سومه یکا برنج 10 سوم سر میشه تا 20 سوم سال گذشته چند بود سال گذشته هم 1 سوم 2 سوم قیمتش برنج کجایین تاجیکستان روسیه بعد ازبکستان روسیه چند سوم 10 سوم کیلو تاجیکستان چی تاجیکستان 17 سوم اول چی تاجیکستان قیمت‌تر این نوش بالاتره او دانش مایده‌تره روسیه مایده‌تر به صفت‌تر است تاجیکستان به صفت‌تر مردم چند کیلو برنج میخرن حال خیر خرید نسبت به روزهای گذشته زیاد شده است یا کم میانه است میانه برنج توجه هست به هر حال خب این بازار واقعا خیلی شلوغه دیگه یعنی به قول سیر آدم بیا احتیاط یعنی یکی از جای سیر آدم بزرگ که گذریش دیگه خیلی مشکل است واو ما خانودی ایاد منبر آمد در مورد شیرینی و خانودی مردم ما در عید و ایام زیادتر از همه شیرینی میخوره ولی با هوا کمتر سالخین یعنی معتدل شیرینی با اشتها میگذره این چند سوم کیلوش اپا جان این پیچنی با اجازه پیچنی 50 سوم کیلوش 50 سوم یا نیم کیلوش کیلوش 50 سوم خوب است ایدام براک باشه رحمت چی فروخته استین ما همین چیز پیش میام فروخته است این همین پیچن چند سوم پیچنی از همه معمولیه که داریم ما دست رسوندن بخی 35 سوم قیمت نیست نه قیمت نیست این از چند سوم ایش 30 سوم مردم بیشتر کدوم نموچه خریده سر حالی همیشه برو با مزه شو از همه با مزهش کدومش خریده سر با مزه هم یوخی قندو چند سوم من قندی که در پیش حدیث است چند سوم میخوان یا 70 سوم قندای کجا اوکراینا قندای تاجیکی چند سوم است کجا است قندای تاجیکی تاجیکی امیری است قندای امیری تاجیکی چند سوم هر خیلی 60 سوم 50 سوم برای چی نرخی که در تاجیکستان است اونم 60 سوم از اوکراین هم همین خیلی چی بخیر خیلی مقصد ممکن تاجیکی با مزه تر باشه بو مردم زیادتر از تاجیکی میخره یا قندای خارجی تاجیکی بسیار میخره چند کیلو خریده میتونن نیم کیلو 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو 4 کیلو هر خیلی 4 کیلو قند خریده میتونن مردم 4 کیلو قند من بچه‌ها میخرن از این برای که بازار جای سرپلو بود است مردمی که پول زیاد دارن برای کار برادر جان زنده باشه یعنی مردمی که پول زیاد دارن میتونن بازار خرید بیان که 4 5 کیلو قند 60 سومانه خب ما در مورد نرخ گوشت و دل و جگر و از گاو و گوسفند گفتیم چی حال داره رحمان کلینت هست میزاج هست خریدن اوه هست گوشت چی خریدین زیاد گوشت بقچه واو گوشت بقچه چند سوم 65 سوم در بعد جا جوانا هم میگن اینا
65 چه جا 60 تا 65 چی فرق داره 60 و 65 60 اکی روغن کتیه سر 1 کیلو 300 گرم روغن مردم کدومش زیاد میخره 60 یا 65 چی میگه اکا گوش 60 سومون به رمضان 65 سومون چی رمضان گوزد با گوش 65 سومون میشه حالی در رمضان 60 سومون بوده یعنی 5 سومون ارزان این گپ بین خون یگانه جایی که من اقدام به رمضان 5 سومون ارزان گفتن آفرینتون خدا اقبالتون که دیگر روزام ارزان کنی مردم میخره آخی بهترین خب ما نقطه پهلوی بازار مهرگان میریم جایی که اونجا کارتوشکا و پیاز و سبزی و این چیزا میفروشن که البته آشام دیگه به سبزی و شوربایی که مردم در روز عید میکنن به کارتوشکا و پیاز نمیشه یک بار میبینیم که نرخ به روزهای گذشته تغییر خورده است در این بازار یا نه او ساقیچ چند سومی چند دانه داره این ساقیچ کجا است یک ساقیچ که از همون نمیدونم از خطور میرن استحصالش کجا باشه یک بار ببین برای من عجیب که واو یعنی ازبکستان ساقیچ استحصال میکنه ساقیچ تاجیکستان نیست برای چه عجیب سوداگرا و تاجرا با خود بیان ساقیچ ازبکستان در این ایام در فروش داد طلب ساقیچ تاجیکستان نیست چند سوسته مردم بخرن ما در وقت شگر ایمون خونه میرفتن ساقیچمون میدادن خیلی دیگه خوشحال میشم فقط معمول یک نفر در فقط چند دانه داره 100 دانه مردم زیاد ساقیچ میخره یا پسار این ایرو اقدام شده سنی عکسش از 15 سومون به 13 سومون این دیومین نقطه‌ای که ما در بازار میگم عکس بیسم اگر 1 سومون هم باشه 5 سومون هم باشه برای بچه‌ها ارزان کردیم تمام باشه ما در بیرون نرخ گوشت 55 سومون دیدم نرخ گوشت 55 سومون نسبت به داخل 10 سومون و در بعد جای نسبت به داخل 5 سومون فرق داره یعنی سوال گفته شده که در کجا از چند سومون این گوشت فروش تاجیک مطلوبات است 55 سومون حالا که در نرخ گذاری مونده چند سومون گوشت باید باری از نفسید چرا در اون 65 شده 55 یار مارکه بوده بابورا پرس در عرفه کارو چی خیلی اونجا مونده نباشه عرفه ایده کارو چی خیلی بشه اینجا زیادن یا کم نیست با روزای گذشته زیاد است مردم در یک 2-3 کیلومتر چند سو میتونن یک نرخ عمیق نداره شما هر موضوعی وقته واسه باباز مرد خب ما به نقطه دیگر بزرگ میتونیم آمدیم جایی که کارتوشکا و پیاز و آرد و روغن و این چیزا میفروشن بچه عکسی رفته برای ما شریف رمضان هم یه زنده شد میرم پیش عکسی اکر سلام علیکم سبزی چند سومه کرد؟ اشمو گازم اینو خک سبزی چند سومه آقای جو؟ 250 گرم سبزی کجا هست؟ از ذخیره و 250 گرم سالی گذشته همین وقت چند سوم بود یادتون هست؟ سالی گذشته سالی سبزی بود بچه ها دیدن 250 گرم سبزی 8 تومان بود پیاز هم سیری کنید 250 گرم این پیاز های کجا میره؟ روغن عکس چند سوم؟ بیا که مرده بود چند سوم عکس درمانی 10 سوم لیترهای توزه 115 عکس چی فرق از دیگر مگزین چند فرق؟ مگزین دیگر مگزین ها 3 سوم فرق کدامش 3 سوم فرق کرده؟ اینا استحصال کجای روغن؟ استحصال خوجند این خوجند در چه روسی نوشته؟ این اکاونت نوشته اگه به سواد رنگ من نوشته خب بسیار خوش که از سویتورو این وقت ما محصولاتون رو در داخل تاجیکستان تبلیغ کنید حتما با توان تولیدی بیشتر آورده چند گفتید؟ 115 سوم 118 سوم 110 سوم میشه 110 تومان روغن هم هست مردم زیادتر 1 کیلو میخره یا 5 کیلو 5 کیلو اگه بتسن که ایده 5 کیلو اگه بتسن برای توست یک کبرا 5 کیلو برای توست از تخم چند سوم شده؟ تخم 27 تومان 2 زردی داره 2 زردی داره یکم برای رکلام های مگزین زیاد شد بشکنشان نداره شوخی داره چایشان تو بشکن شوخی داره آخی نداره یکم رکلام چی که زوره برای مگزین یکم برای رکلام آورده
این همین روغن ها؟ من راجع به 27 شما به 25. این فقط برای عید یا که دیگر روزا؟ برای عید، برای ماه شریف رمضان از صبح صادق تا نماز شام. بعد این نماز شام اونجا قیمت میکنیم ما. تمام باشید. تشکر. این 3 تومن 4 تومن 4 تومن 50 تومن میشه فرق میکنه. سبزی 3 او سبزی. داوجا دینی به دایجا سه برای چی؟ سبزی اون کدوم کار داره؟ آواده نگارم 3 تومن. برای تو راکه جون. کدوم ورا باشه؟ مکه چه جولا پرسال یک 50 کیلو اور چند سو؟ 320 تومن پرسال. 320 خابش خیلی خیلی دیگه میگه رمضان است. همین رمضان است که ابرا داخل سرش لاموندا قیمت کرده. مثال همین شما میریم بود 10 برابر جلوش میمونه. نه درست است. 75 تومن. 75 تومن 10 کیلوش ها. 50 کیلوش چند تا 300 تومن. اون طرف زدن نمیشه دیگه. چه دیناسره نیکو بخشی. نمیدونم برای چی اولی دادم که در بزرگ طرف خیره دیدم و باشه. یعنی در اینجا نرخش 320 نوشتگی. پنج 320. 50 کیلوش 320. 50 کیلو 320 بعد 320. شما فروشنده؟ نه رو عربا بریم. مردم رو زیادتر چند کیلو خریده شده؟ ما 50 کیلو میخرن، 10 کیلو میخرن، 20 کیلو میخرن. در عرفه رمضان زیادتر کدام چه خریده شده؟ در روز عرفه چی دارن؟ همین این عرفه عید 5 کیلو 10 کیلو 50 خریده چند؟ چی دارن 5 کیلو میخرن، 10 کیلو میخرن. 5 کیلو. در حقیقت همین نرخ میفروشن مردم زیاد میگه. نه تمام اقل میکنیم. مردم میفروشن. نه میاد 320. از مردم پرسیدیم. اون که اور خریده باشه اور چند؟ ما حضور در این بازار اون نرخی بحث برانگیز ندیدم نمیدونم برای چی. ولی اولین نکته که این نرخی بحث برانگیز دیدم اون نرخ اور داره. نمیدونم برای چی. اور چند تومن که 50 کیلوش؟ 330 تومن. 330. اوجا 320 بود یک مغازه پول. چی نوی اور داد؟ ها؟ داشتم پرسیدم چیزی مون نمیدونم. از شما 330 هست 50 کیلوش. شما اینجا وقتی که بیمو اردا پرسیدن چند تومن گفتن؟ 360 تومن. اینجا 360 تومن. بچه در تنش 330 نوشته گه. شو میگم. شما در 360 گفته برو. شما 50 کیلو خریدین. مردم کجا رفت برای خودم آکم بودی؟ من آکم خودم. یعنی آکم بودم. این 360 تومن. این خودم پیش از پرسیدن 360. در تنهاش 330 نوشته گه. سلام علیکم برادر جان. اور 50 کیلو چند سو؟ 330. او مردم میگه 350 60 فروخته است. همین حالی ما 50 کیلو 330 تومن نته. 50 کیلو نته. خب البته برای اویله ما 50 کیلو خیلی زیاد است 330. برای خودم در دو جا میگه 360 فروخته است. خدا جان اینجا 330 بود اینا بخریم برای نخ پیش مود. 5 اشتری من بشخرم. شدالی نیست که خودم 330 را بخرم. اگه 330 گفته؟ من خودم خریدار نیالیم چون 330 بخرم. عربا بکاری. بکاری اکا. بیا علیم چهار برک نه. نه خودم 360 میگفتین اینجا 330 پیش مورد فروختن. شما را نکش برادر. ما سعودی کسی نکرد فرما میکنم. نه بودم علیم چهار خلا را برکیم و خرسان میشه بریم. چی با؟ پس اکا جان غلط گفتین که 330 است. ما انتظار میشیم توی که اکم سوداش تمام کنه و واقعا 330 را خلا اور بخره بروه. منم نیستم. تو این وقت ما با تکرار میگم تو وقت در بازار مهرگان یگون نرخی بحث برانگیز ما ندیدیم که نرخی که فرق کنه از نوشته و از گفته مردم از گفته خریدارا. یگونه چیزی که نرخ فرق کرده است این نرخ اور در سه نقطه ما دیدیم که مردم دیگر نرخ میگه در فروش نوشته دیگر است. حال دیگه
حالا دیدی بچه جان تو دامو شما برای چی نمیفروشین شما؟ اکا شما برای چی نمیفروشین خواهش میکنم؟ امی اصلی چون همین دروغ میگن برای چی نمیفروشین اکا جان؟ حال شما 330 گفته من اکا جان؟ اون حال آرد شما 330 مدا گفتید که اکا جان شما گفته؟ دادن نمیشه دیگه حاجی سودا یعنی واقعا از همه هموطنان فرق نداره شما خریدار این فروشنده انصاف و وجدان ایمان تو در روز رمضان کار بیاید یک نرخ دروغ روبروی مردم نمونه و نرخ دیگری را به زبان نیاریم که عرفه رمضان است گناهی از همه بزرگ این دروغ گفتن است یعنی چند لحظه پیش این برادر عزیز ما برای ما نرخ گفت 330 حالی متاسفانه دیگه نمیخواد فروشه نمیدونیم برای چی هرچند فروشنده است یعنی لباس داره در مقابل کار کرده البته نمیخوایم به عزت نفسی کسی برسیم به این فرمان او را میپرسن در روز رمضان اگر کسی را برنجونیم ولی با خواهش میکنیم که انصاف و وجدان بیشتر از همه کار برای نرخی را بنویسیم که در فروش هست بخشش 320 خانه خانم کلا نفروشه کدوم نموچه بگی بیا چطور داره تو بیا پامر 320 بیا خولا جان 320 تومان آرد میخره خولای من دسترخوان دارم این آورد صدام جلد کدوم بشه دسترخوان دارم آقا دسترخوان اونم رای جایز دارم اینا دسترخوان اینا میشه دسترخوان دارم تو بگیر وقت دسترخوان واسه بگیرم میرم بخواد با 50 کیلوش چه نوکه خودم میگم سیپی عصبی نشه کارت چیکار داره سودا چیکار برید روزنامه نگاه دارید از راهبریت بازار که نرخ بازار را به مردم نشون که چون نمیفروشه نرخ دیگر میگه به مردم دیگر میگه برای ما عجیب نازن خودت که دست نبرد و تفسیر کرده این چند ای برادر تمام 330 تومان میریم تمام ولی بس کم دسترخوان 50 کیلوش خب این دومین نقطه ای که در بازار مهرگان واقعا مناسبت خیلی دغل و درشت با یک خریدار میکنن و این هم در عرفه رمضان و در روزی عید شریف رمضان که 2 روز دیگر مونده البته ما بازم میگیم که به عزت نفس کسی رسیدن نمیخوایم فقط میگیم که وقتی که روزه میگیرید وقتی که به درگاه خدا قسم یاد میکنید لطفاً لفظ دهانتون هم نگاه دارین و دروغ نگین خواهش میکنم یک نرخ دروغی پیش مردم نمونه و نرخ دیگری را به زبان نیارید و این گونه مناسبت درشت هم نکنید بسیار خواهش میکنم ما میریم یارمارکا برادر سلام علیکم بخشش یک لحظه ارد خریده چند سو خریدین 50 کیلوشا 290 اردی چه 290 اردی قزاقستان اردی نو یکم قزاقستان خدا کنه که همین ذخیره در عرفه عید و ایام زیادتر شود به این طرف اگه بود اردی یارمارکا چند سومکه اردی کجا اردوی تاجیکستان چند از ذخیره دا هستم اگرتی دا هسته اونجا تاجیکی چند سوم نمیدونم وقتی پلیس صبح کنی لحظه بسیار مهمه خلال نرسونیم شودی خب این اینجا نوشتیان که اردی نوعی یکم قزاقی 290 سوم ما بالا هم نوشته ها را دیده بودیم برام خدا کنه که نوشته ها به گفته ها واقعی داشته باشه اگه واقعا 290 میفروشن اخی برای که بالا 320 نیست با 360 فروخته 290 همین نرخ ذخیره ما 290 سومونه یک دیرم قیمتو بالا نمیکنه نه کم نه بالا سلامت چند روز یارمارکا دوام میکنه این دویم عمل کننده پس مردم ما از مردم خواهش میکنیم که بیان از دمی دری بازار بخرن 290 سومون نره اونجا 320 دیده 360 کتی جنجال نکنن البته در مورد صفتش چه خیلی صفتی خوبه ارد یکمی قزاقستان تازه سلامت باشین کن اینجا میرسیم به انجام ویدیو گزارش و شما مدت چند دقیقه نرخ و نوای مال و محصولات نیاز اولی مردم در بازار مهرگان دیدیم و در برابر مال و محصولات اولی نیاز مردم ما بعد از نرخ و نوای دیگر مال و محصولات پرسیدیم که مردم فقط در عرفه عید و ایام یا یگان معرکه و مراسم داشتن خریداری میکنند البته در 90% حالات ما تغییرات نرخ ندیدیم نسبت به سالهای گذشته نسبت به ماههای گذشته ولی در جمع نرخ واقعا از روی که مردم میگه در جمع نرخ قیمت است با کیسه خریدارا درست نمیگیرد خدا کند که روز مزد معاش نفقه ما تا حد بالا شد که ما توانیم اقلا در روز برای عائلمون در روز اقلا یک عائله معمولی 1 کیلوگرم گوشت خریده بتوند فقط عرفه عید و ایام انتظار نباشیم
بعد از چند روز دیگر عید رمضان است. پیشکی براتون مبارک باشد. این ویدیو گزارش ما امروز اگر بگاه شنبه نشر شود بعد از 2 روز عید رمضان و ما فردا کوشش میکنیم که از بازار دیگری در شهر دوشنبه دیدن کنیم. شاید این بازار دهقان بازار باشد، معمول که نقطه اولی که در تمام شهر مال و محصولات تقسیم میکند. کوشش میکنیم که فردا نیز از اونجا برای شما ویدیو گزارش پیشنهاد کنیم. بازم مردم معمولی میگن که عید نو مبارک، حتما به خانه ما بیاین عید، خانه عبدالله شون هم بیاین عید. دعا و فاتحه، دیدار بینی. زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر. بیننده عزیز، امیدوارم که شما از شرکت آینده درخشان از خدمت رسانیش استفاده میبرید، یعنی برای جای کار و ویزای کاری به کشورهای اروپایی و یک مدت جای اقامت در ترکیه و جای کار در ترکیه تا رفتن به اروپا و علاوه تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه به سپردن امتحان. در جای اپیسان شرح بیشتر هست، مراجعت کنید. و از همه نفرانی که میخوان در صفحه دلیل معامله مال و محصولات شرکت، کارخانه، ادارهشون تبلیغ کنن، مرامت با این رقم ها زنگ زنید: 934 41 62 63 934 41 62 63.